خواهش دارم نعره تکبیر در مساجد نگوید. انشاءالله زمانی که الله متعال براتان توفیق داد که از در سر بند کو یا در زیر درخت فیر میکردی اونجا باز نعره تکبیر بگوید. اینجا گوش شنوا، هوش درست برای سخنان باید نهاده شود. خب به دقت ببینیم چه کلماتی برای ما مهم است. آیا این کلمات سبب سعادت و نیکبختی ماست یعنی که ما را به راه دیگری میکشانه؟ از او خاطر از دوستا تقاضای است که نعره تکبیر نگوید، سخنان را خوب دقیق بشنوید.